سلام به شما دوستان عزیزم. من حمیدرضا نارنجی ثانی هستم و امروز میخوام با یه موضوعی در خدمتتون باشم که برای خودم موضوع جالبی بوده و چون مدتیه که بهش فکر میکنم و در موردش دارم مطالعه میکنم و تحقیق میکنم، حرفهای جدیدی و اتفاقات جدیدی که برای خودم افتاده و در واقع اتفاقی نه معنی اتفاق بیرونی، اون تغییرات درونی که در خودم ایجاد شده و اون درک هایی که نسبت به این موضوعی که پیگیرش هستم که خودم درکش بکنم در من رخ داده، دوست داشتم که بیام راجبش صحبت بکنم. اول از همه به صورت خیلی جدی میخوام این رو عنوان بکنم که من اصلا و ابدا قصد این رو ندارم که بگم من خیلی چیزی میدونم و تمام حرفایی که میزنم حتما درسته. من اینو بارها گفتم، اما این بار خیلی جدی‌تر میخوام بگم و این رو هر بار حتما بهش اشاره میکنم که من اصلا ادعا ندارم که چیزهایی که میگم حتما درسته. این یه مسیر خودشناسیه و حالا شمایی که لطف داشتید با من همراه بودید، من دوست دارم اینها رو به شما انتقال بدم. اگر که فکر میکنید به دردتون میخوره، ازش استفاده بکنید. اگر فکر میکنید که مخالف با اون چیزهایی که شما دوست دارید بشنوید، اصلا نشنوید. یا اگر میشنوید مثلا خیلی ملاک کارتون قرار ندید، چون من نمیخوام واقعا به شکلی باشه که باعث انحراف و یا گمراهی کسی بشم که حالا به شکلی به من اعتماد کرده و داره حرفای منو میشنوه. هر حرفی که میشنوید از جمله حرفایی که من میزنم، حتما صحت و ثبوتش رو بررسی بکنید. حتما با چند تا منبع دیگه از چند تا آدم دیگه بررسی بکنید این حرفایی که میشنوید رو، و اگر دیدید که درسته و اگر دیدید اصلا بهتون کمک میکنه. شاید یه حرفی من بزنم حالا درست باشه ولی به درد شما نخوره، اصلا اون مسیری که شما میخواین توش قرار بگیرید نباشه. خواهش میکنم که پس از این بعد با حساسیت بیشتری روی این موضوع دقت داشته باشید، چون منم میخوام تاکید بکنم روی این بحث حتما که هر چیزی که من میگم ممکنه درست باشه و ممکنه که 100%ش غلط باشه. پس اصلا این رو نمیخوام در واقع اگر تغییری توی شما ایجاد میشه اون رو به خودم نسبت بدم، بگم من این رو میدونستم، من این رو فهمیدم یا من باعثش بودم. اگر شما میشنوید، خواهشاً لطفاً از 1000 جای دیگه مطالعه بکنید، از تمام منابع استفاده بکنید. اگر دیدید درسته بعد بپذیرید، چون این مسئله برای من مهمه، چون خودم دوست ندارم باعث انحراف یا گمراهی کسی بشم. مسئله‌ای که برای خودم جالبه و باز همین اول میخوام یه اشاره‌ای بکنم که این موضوع ممکنه که مثلا برای من جالب بوده باشه ولی برای شما خیلی اهمیتی نداره که مثلا این چجوری داره کار میکنه. ولی از اونجایی که من فکر میکنم ما انسان‌ها اگر دلیل یه سری چیزها رو بدونیم، راحت‌تر میتونیم بپذیریم و متقاعد بشیم، شاید به درد شما هم بخوره. اون مسئله این بود که در واقع اینجوری توضیح بدم که جایگاه جسم فیزیکی ما در اتفاقاتی که توی دنیای اطرافمون رقم میخوره چیه. حالا مجموعه چیزهایی که من خوندم یا گوش دادم یا دیدم یا به هر ترتیب اطلاعاتی که کسب کردم، میگم اصراری ندارم بگم اینها درسته یا نه، این درک من بوده، شاید غلط بوده باشه، ولی میخوام فقط در اختیارتون قرار بدم، شاید کمکی به شما بکنه. ببینید مثلا چیزی که توی ذهن من شکل گرفته بود این بود که معمولا همه ما در حین حالا مطالعه و دریافت اطلاعات وقتی هستیم، ممکنه تو مسیرمون یه سری انحرافات در ما ایجاد بشه، یه سری کج‌فهمی ها در ما ایجاد بشه. یعنی مثلا تا دیروز داشتیم یه جوری فکر میکردیم، بعد میریم یه مقداری مطالعه میکنیم، بعد ممکنه تمام اون زیرساخت های فکری ما، تمام اون بنیان های فکری ما یه جورایی مثلا در هم بشکنه و آسیب ببینه و کلا تخریب بشه. بعد ما توی برهه‌ای میایم یه جور دیگه فکر بکنیم. این برای من هم رخ داده بود. یعنی برخلاف اون چیزهایی که قبلا مثلا گفته بودن و به صورت رایج خب همه ما میشنویم، یه سری ذهنیت هایی بود. بعدش که اومدم یه سری مثلا مطالعاتی انجام دادم، دیدم خب مثلا در واقع اون اصل و اساسی که زندگی ما رو ممکنه تغییر بده، مثلا اون آگاهی که در ما وجود داره.
حالا الان که دارم باز بیشتر مطالعه میکنم، میگم این چیزی که در جایگاه فعلی من بهش رسیدم. این که در آینده چی درک میکنم نمیدونم هنوز، ولی احساس میکنم که درکم تا به این جای کار درک اشتباهی نبوده و شاید براتون مفید باشه. اینه که ببینید ما در واقع اون آگاهی رو که میخوایم به شکل یک رویداد و به شکل یک اتفاق در زندگیمون جاری بکنیم، یه ترکیبی از فعالیت هایی که ما در ذهنمون به صورت انگار، حالا میخوام یه مثلا قابل درک بذارم، بگم به صورت نرم افزاری. مثل اینه که یک نرم افزاری دارین، این نرم افزار برای اجرا شدن احتیاج به یک در واقع یک بستری داره که به اون بستر میگیم سخت افزار. چیزی که من درک کردم اینه که انگار که بدن ما مثل سخت افزاری عمل میکنه که در ترکیب با اون نرم افزار میاد یک ورودی مثلا میگیره و یک خروجی رو تحویل به این دنیای اطراف ما میده و در واقع رویدادها و اتفاقات رو در زندگی ما رقم میزنه. چیزی که مثلا من میگم حرفای زیادی رو شنیدم، کتابهایی رو خوندم، مثلا سمینارهای مختلفی رو گوش دادم. یه عده بودن که مثلا این وسط کلا می اومدن همه چیز رو به جسم نسبت میدادن، یه عده باز می اومدن کلا جسم رو کنار میذاشتن و مثلا یه چیز حالا خیلی نمیخوام بگم مثلا به درد نخور، یه جورایی خیلی مثلا مهم نیست اینجوری بهش نگاه میکردن که خیلی هم حالا اهمیتی نداره، چون همه چیزهایی که داره اتفاق میفته داره توسط آگاهی ما، توسط فکر ما و ذهن ما رقم میخوره. ولی برداشت من این بود که واقعا زمانی که حالا راجع به اون مسائلی که تو جلسه پیش صحبت کردم، راجع به این بود که در واقع فکر و احساس ما با هم میاد یک پدیده‌ای رو خلق میکنه، با هم میاد تأثیر میذاره بر توی اون دنیای کوانتومی، توی اون حالا فضای احتمالات. تأثیر مشاهده وقتی که بررسی کردیم اون تبدیل موج به ذره یا ذره به موج رو دیدیم که در اثر مشاهده این اتفاق میافتاد. مشاهده چی بود؟ ترکیب فکر به اضافه احساس بود. بعد که مثلا حالا بیشتر تونستم مثلا یه مقدار این رو درک بکنم، دیدم که فکر داره توسط در واقع مغز ما تولید میشه که البته که این خودش حالا یک بخش سخت افزاری داره، اما حالا اصلا اگر این رو در واقع به یک چجوری بگم یک دنیای مثلا نامرئی اگر بخوایم اختصاصش بدیم، مثلا ذهنیت رو، یعنی اون بخش نرم افزاری قضیه رو، سخت افزار قضیه اینجا خیلی مهمه، چون اون چیزی که تولید میشه در سخت افزار داره تولید میشه، احساس. این اون چیزی بود که مثلا خودم بهش رسیدم و دوست داشتم امروز راجع بهش صحبت بکنم. شاید هم خیلی بحث طولانی نباشه ولی دوست داشتم یه اشاره‌ای بهش بکنم. ببینید اون چیزی که تحت عنوان حالا آگاهی یا فکر میاد در مغز ما تولید میشه و ارتعاش رو ایجاد میکنه، متوجه شدیم که اگر احساس با فکر همراه نشه، اون در واقع اون سیگنال هایی که باید ارسال بشه به جهان ارسال نمیشه. من یه چیزی رو باز برای خودم مثلا یه ساده سازی کردم، گفتم ببینید من احساس میکنم که فکر مثل در واقع یه تیریه که ما میخوایم توی تیرکمون قرار بدیم. فکر کنید به عنوان تیره، ما یک در واقع تیرکمونی داریم که این در واقع اون پتانسیلی که توی این تیرکمون وجود داره به واسطه احساس کشیده میشه. یعنی شما اگر تیر رو داشته باشید توی در واقع اون دستگاه تیرکمون قرار بدید ولی احساسی نباشه که این رو بکشه و این رو رها بکنه، اون پرتاب یا اون شلیک، اون حالا مجموعه‌ای که ما به سمت این دنیا پرتاب میکنیم و به شکل واقعیت در زندگی ما رخ میده، تبدیل به یک رویداد و یک رخداد میشه، اتفاق نمیفته. این ترکیب بین در واقع اون تیریه که وجود داره که توسط مغز تولید میشه که اون فکره، و اون احساسی که در بدن ما تولید میشه نقش اون در واقع محرکیه که این رو میکشه و پرتابش میکنه، یعنی رهاش میکنه و پرتاب میشه به دنیای واقعی و به صورت یک رویداد و یک رخداد توی زندگی ما اتفاق میفته. این چجوری داره اتفاق میفته؟
یک توضیح خیلی کوچیک میدم. این چیزی هم که من در مورد حالا تیر و کمان گفتم یک مثالی بود که خودم در واقع ساختمش برای خودم، چون خیلی قابل لمس بود. حالا من یه جورایی به یه شکل دیگه یه جایی خوندم، نه به این شکل کامل، ولی خودم که یه مقداری در واقع بال و پر بهش دادم، دیدم فکر درستیه. حالا یادم نیست کجا خوندم این رو، فکر کنم یه کتابی بود در مورد این صحبت میکرد که خیلی جالب. در واقع گفته بود که فکر مثل یک، میگم اینجوری اشاره نکرده بود، من خودم این رو ساختمش ولی جالب بود. من میگم فکر مثل اسپرم میمونه و در واقع اون، حالا این رو بهتره بگیم که فکری که به صورت آگاهانه توی قشر مخ قرار میگیره. قشر مخ رو گفتیم دیگه، بخشیه که در واقع بخشای تحلیلی و استدلالیه، یعنی فکر رو تولید میکنه. اون بخش مخچه‌ای که میاد این رو تبدیل میکنه به یک، به همون فضایی که برای پرتاب نیاز داریم. این رو در واقع چیزی که گفته بود خیلی جالب بود. من این رو باز میام به یه شکل دیگه انگار ترجمهش کردم برای خودم. گویی که مخچه ما نقش رحم خلقت رو داره. تا وقتی که یک فکری به صورت آگاهانه در بخش مخ اتفاق نیفته و تولید نشه و این فکر به قسمت مخچه ما، که اگر یادتون باشه توی کامنت حالا یه مقداری صحبت کردیم راجبش توی گروه تلگرام، که من اینجوری عنوان کردم درک من اینه که مخچه اون چیزیه که ما بهش میگیم خدا، اون چیزیه که حالا میخوام خیلی درگیر خدا به اون شکلی که حالا قبلا درکش کردید نشینا. ببینید یه نیرویی وجود داره، یک نیروی خلق کننده، یک نیروی خالق، یک انرژی وجود داره که هر چی که در دل این انرژی قرار بگیره پرتاب میشه به جهان واقعی، که این رو من میگم میشه بهش گفت که رحم خلقت، یعنی اون چیزی که هر چی که فکر از مخ بیاد و در مخچه قرار بگیره پرتاب میشه به سمت واقعیت. این به نظر من ترکیب جالبیه که این پرتاب توسط احساس صورت میگیره. یعنی یه سری چیزهایی هستن که به صورت تفکیک شده وجود دارن، ولی ترکیب همه اینها با هم باعث پرتاب اون فکر، پرتاب اون در واقع عمل مشاهده به جهان کوانتومی اتفاق میفته که این حاصل ترکیب چند تا کاره با هم. حالا ما میخوایم بگیم که چرا که مهمه که احساس در واقع وجود داشته باشه حتما، و اگر احساس نباشه مثل همون قطاری که گفتیم روی یک ریل حرکت نمیکنه. این احساسه چجوری اتفاق میفته؟ اصلا این احساسه چجوری شکل میگیره؟ توسط یک سری در واقع چرخه های الکتروشیمیایی در واقع توی بدن. ببینید ما قبلا راجع به این صحبت کردیم، حالا یک کوچولو باز دوباره مختصرا توضیح میدم که وقتی ما یه چیزی رو بهش فکر میکنیم، این یه سری سیگنال هایی رو توی بدن ما که کل بدن ما به هم پیوسته است دیگه، یعنی مثلا مغز ما از بقیه اندام ما جدا نیست، به وسیله اعصاب به هم متصل هستن. حالا شما فکرشو بکنید که به یک موضوعی میایین فکر میکنید، این موضوعی که بهش فکر میکنید یه سری در واقع حالا به اسم پیک های در واقع توی کل بدن میشه گفت که به اینها میشه نگاه کرد. اینها بهشون میگن نوروترانسمیتر. این نوروترانسمیترها توسط مغز در کل بدن میاد به راه میفته. وقتی که یک فکری در بدن ما هست یا در مغز ما اتفاق میفته، حالا هر فکری باشه، شما فکر کنید فکر X در مغز شما شکل میگیره، بدن بلافاصله نوروترانسمیترهایی در کل بدن، مغز بلافاصله نوروترانسمیترها رو در کل بدن ترشح میکنه و اینها مثل یک پیک های در کل بدن به راه میفتن. تعبیر من اینه، نوروترانسمیترها مثل یه سری مأمور بازرسی میمونن، میرن به تمام بدن سر میزنن، میبینن که یه فکری تولید شده که احساس متناظر با اون فکر هنوز توی بدن تولید نشده، پس بلافاصله پیام‌هایی رو به مغز ارسال میکنن و مغز میاد واکنش نشون میده. با چی؟ با یه سری باز پیک های دیگه‌ای به اسم نوروپپتیدها. نوروپپتیدها چیکار میکنن؟ نوروپپتیدها از مغز فرمان میگیرن و ترشح میکنن، میرن توی یکی از اون حالا چاکرا یا انرژی سنترها. اگر یادتون باشه راجع به این یه مقداری صحبت کردیم قبلا. بذارید یه مثال اینجوری بزنم که کاملا متوجه بشید. فکر کنید که یک فکر جنسی یا یه فکر حالا مثلا در واقع سکسی توی مغز شما شکل میگیره. نوروترانسمیترها
میرن در بدن میگردن، میبینن هنوز خبری نیست، یعنی اتفاقی یا واکنش احساسی در بدن رخ نداده. پیام ها رو مخابره میکنن به مغز. مغز میاد چیکار میکنه؟ یه سری نوروپپتیدهای خاصی رو ترشح میکنه. این نوروپپتیدها میرن ارسال میشن به اون غدد جنسی. غدد جنسی کجا بودن؟ دقیقاً اون چاکرای اول یا انرژی سنتر اول، مرکز انرژی اول که در واقع غده های جنسی هستن. نوروپپتیدها از مغز میرن میچسبن روی قشای بیرونی سلول های غده جنسی. از چسبیدن نوروپپتیدها روی این غده ها یه سری مواد شیمیایی در واقع ترشح میکنه، یعنی این حاصل چسبیدن نوروپپتید روی سطح در واقع سلول های اون غده باعث آزاد شدن یه ترشحی میشه، چون اینا همه هدفمندن دیگه. ببینید مثلا وقتی ما داریم میگیم فکر جنسی، این نوروپپتیدها به غده جنسی ارسال میشن و حاصل چسبیدن یا ترکیب یا اون واکنش شیمیایی حاصل از چسبیدن اون نوروپپتید خاص روی این غده خاص در واقع چی میشه؟ میشه ترشح و یا آزادسازی هورمون‌های جنسی مثلا تستوسترون. اینجا چه اتفاقی میفته؟ شما اون لحظه است که احساس جدیدی در شما آزاد میشه، یعنی احساس جنسی یا حس شهوت در شما برانگیخته میشه. اون چیزی که میگید مثلا حس شهوت یا برانگیخته شدن احساسات جنسی توسط این چرخه اتفاق میافتاد. این نوروترانسمیترها پیام رسانی به مغز، ارسال نوروپپتید به اون غده خاص و شکلگیری اون احساس توسط آزادسازی اون احساس در کل بدن. یعنی اگر فکر ما به تنهایی تولید میشد ولی این چرخه اتفاق نمیافتاد، چه اتفاقی میافتاد؟ در نهایت اون برانگیختگی اتفاق نمیافتاد و وقتی که برانگیختگی اتفاق نمیافتاد اون ارسال سیگنال ها یا اون همون پرتابه در واقع اون پرتاب به سمت واقعیت بیرونی، به سمت اون دنیای کوانتومی یا به سمت اون مسائل در واقع دنیای احتمالات اصلا رخ نمیداد و این یک چرخه است. و این رو در نظر داشته باشیم که ما در بسیاری از موارد خودمون میایم جلوه یه سری حالا چرخه های هورمونی رو میگیریم. این حالا بخشی بود که شاید قبلا راجبش صحبت کرده بودیم و الان از یک نگاه دیگه میخوام بهش در واقع بپردازم و راجبش صحبت بکنم. این درکی بود که خودم کردم که این ببینید چرا یه سری اتفاقات توی زندگی ما نمیفته؟ ما فکرش رو میکنیم، ما همواره داریم مثلا به فلان موضوعی که دوست داریم توی زندگیمون اتفاق بیفته فکر میکنیم. پس چرا احساس ما باش همراه نمیشه؟ چون به یک شکلی یک احساس متضادی در اون وجود داره، در بدن ما از قبل وجود داره. مثلا شما فکرشو بکنید که به شما احساس گناه دادن، یعنی هر وقتی که اومده یک فکر مثلا جنسی توی مغز شما شکل گرفته، به شما احساس گناه دادن از یه طریقی که نه مثلا این گناهه، تو نباید اینجوری فکر کنی، تو نباید مثلا اصلا به این چیزا بپردازی، برو حواستو پرت کن فلان. وقتی شما آگاهانه دارید جلوی این چرخه رو میگیرید، عملا اون نوروپپتیدها سعیشون رو میکنن، ولی تلاش طولانی مدت شما برای در واقع یه جورایی جلوگیری از اون ارسال و جلوگیری از اون ترشح هورمون ها به صورت ارادی در طولانی مدت باعث شده که قشای اون سلول در واقع اون رسپتورهایی داشته که جایگاه گیرنده‌ای بودن برای این نوروپپتیدها دیگه درست عمل نکنن. یعنی بدن سعی کرده در ابتدا که هنوز مثلا شما احساس گناهی نداشتید یا مثلا افکار خاصی رو به عنوان یک ایدئولوژی یا یک فکری به شما القا نکرده بودن، این چرخه داشت درست کار خودش رو انجام میداد. اما از زمانی که شما تصمیم گرفتید مثلا طرز فکرتون رو نسبت به مثلا مسائل جنسی تغییر بدید، اومده اتفاقی که افتاده هر بار که این فکر در مغز شما شکل گرفته، شما خودتون اومدید جلوشو گرفتید که احساس شکل نگیره و این جلوگیری از احساس بدن شما رو شرطی کرده به این که دیگه اون نوروپپتیدها وقتی که میان در واقع نزدیک میشن به قشای سلولی اون غده خاص، رسپتورها عمل نکنند. در واقع اون گیرنده ها پذیرای اون
نوروپپتیدها نباشن برای شروع واکنش‌های شیمیایی. واکنش‌های شیمیایی چی بودن؟ شروع احساسات در ما بودن. یعنی یه جای این چرخه معیوب میشه، در واقع اون دوتا رکنی که نیاز بود به عنوان فکر و احساس الان توسط اون تلاش آگاهانه ما برای شکل نگرفتن این چرخه میاد وارد ماجرا میشه و جلو شکل گرفتن احساس در واقع گرفته میشه، یعنی یک مانع ایجاد میشه. حالا من این مثال جنسی رو زدم چون خیلی واضح و شفاف بود. تمام احساساتی که در بدن شکل میگیره به همین شکله. شما فکر بکنید که شما مثلا توی مغزتون دارید این تفکر رو مثلا بهش در واقع پر و بال میدید، فکر میکنید، خیال پردازی میکنید که پول خوبه، پول مثلا به عنوان یه پدیده خوب دارید توی فکرتون بهش میپردازید. اما احساسی که در شما وجود داره به دلیل، باز اینو میگم، این جمله به نظر من خیلی مهمیه، نه به دلیل درست بودنش بلکه به دلیل تکراری بودنش، ما هر موقع که به پول فکر کردیم احساس بدی در ما شکل گرفته، چون اون چرخه های هورمونی که به صورت طبیعی باید اتفاق میافتاده که در واقع اون پول به شما احساس سرخوشی میداده، احساس مثلا شادی میداده، احساس فراوانی میداده، احساسات خوب رو، احساس شادی و عشق و مثلا عدم وابستگی و احساس کمال رو به شما میداده، یه احساس لذت بخش رو به شما میداده. الان به دلیل تکرار یه سری چرخه های برعکس این، هر موقع که به پول فکر میکنید احساس بدی شکل میگیره و این احساس بد هیچ وقت با اون فکر خوب در واقع مثل اون فکر و این احساسی که میومد میکشید و این رو پرتاب میکرد عمل نمیکنن دیگه. یعنی فکر داره به یک سمتی میره، احساس داره به یک سمت مخالفی میره و اون پرتابه اصلا صورت نمیگیره. اون دوتا رکن اساسی که نیاز بود که ما اون سوار قطار بشیم یا اون فکر از قشر مخ وارد قشر مخچه بشه نمیشه اصلا. قشر مخچه ما اگر یادتون باشه گفتیم خاطره ها رو یادتونه گفتم چجوری شکل میگیرن. شما مثلا گفتم که مثلا شما وقتی میخواین یه چیزی رو فقط در حد اسمی، یک آدرسی، یک شماره‌ای رو حفظ بکنید، چون احساس قاطیش نیست، فقط توی قشر مخ در واقع پردازش میشه و به شکل کوتاه مدت توی قشر مخ شکل میگیره. اما کافیه که اون مسئله‌ای که شما میخواید به خاطر بسپارید حاوی یک بار احساسی باشه. حالا یه شماره یه شخص خاصی باشه، آدرس یه آدم خاصی باشه، مثلا نمیدونم نام یه شخص خاصی باشه که برای شما مهمه یا مثلا نسبت بهش یک احساسی دارید. چون احساس قاطیش میشه، این میاد میره توی بخش مخچه و تبدیل به حافظه بلند مدت میشه، تبدیل به حالا متناظر با بخش در واقع مخچه یا اون چیزی که ما به اسم حافظه بلند مدت میشناسیم، بخش ناخودآگاه ماه، چیزی که مثلا مخ فقط به بخش خودآگاه دسترسی داشته. آن چیزی که در مخچه قرار میگیره و تبدیل به ناخودآگاه میشه قابلیت ترکیب داره با اون چیزی که با احساس میومد ترکیب میشد و در واقع در چله کمان قرار میگرفت و رها میشد. این یه جورایی میشه گفت که حالا مثلا ساده شده اون چرخه هایی بود که در بدن رخ میده و ترکیب فکر و احساس به این شکل میاد کار میکنه. این شاید بعضیا بگن ما خیلی اصلا نیازی نداریم که درک بکنیم که مثلا این چجوری داره کار میکنه، ولی برای خودم جالب بود که مدت قبل مثلا برام سوال بود که چرا مثلا ما باید احساسمون رو نسبت به چیزی عوض بکنیم، نقش احساس چیه؟ میگم شاید اصلا بعضیا به اینها توجه نکنن و فقط مثلا میرن احساسشون رو عوض میکنن، نتیجه هم میگیرن. برای من جالب بود که مثلا بدونم مکانیزمی که داره کار میکنه چیه و این یه چیز خلاصه و خیلی به نظر خودم مفیدی بود که به خودم خیلی کمک کرد در درک بهتر این موضوع که جایگاه فکر کجاست، جایگاه احساس کجاست، در واقع توانایی‌های مخ تا چقدر مثلا میتونه برد داشته باشه، وقتی که یه فکری از مخ به مخچه میاد چقدر میتونه برد داشته باشه، ترکیبش با احساس میتونه چه اتفاقی رو رقم بزنه و این کل چیزهایی بود که برای خودم جذاب بود و دوست داشتم که راجبش صحبت بکنم. و باز هم در آخر میگم که هیچ اصراری ندارم که اینها درسته، حتما به این موضوع دقت بکنید، حتما برید 100 جای دیگر رو مطالعه بکنید. من اصلا نمیگم که فقط حرفای من رو بشنوید، 100 نفر رو حرفاشون رو بشنوید، 1000 تا کتاب بخونید، 2 میلیون مقاله بخونید،
میلیون ها فایل و سمینار و پادکست گوش بدید و انتخاب بکنید که کدومش به درد شما میخوره. امیدوارم که این حرفا به درد شما بخوره، چون برای خودم مفید بوده. باز هم ازتون ممنونم که با من همراه بودید و واقعا سپاسگزارم که تا اینجا با من همراه بودید و باعث میشه که من روی یک نظم خاصی در واقع این برنامه رو تولید بکنم. همتون رو به خدا میسپارم و در پناه خدا باشید. خدا